حکم کسانی که دین اسلام را برای منفعت شخصی خود استفاده میبرند. سوال: نظر و حکم علما درباره کسانی که اسلام را برای رسیدن به مقصدهای شخصی خود سوء استفاده میکنند چیست؟ جواب: الحمدلله، اسلام دینی برحق است، چنانکه معلوم است، و حمد و ثنا مخصوص پروردگار است، چنانکه پروردگار به پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است: انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. به درستی که ای محمد ما تو را برحق همچون بشارت دهنده و بیم دهنده فرستانیدیم. سوره بقره آیه 119. دین اسلام عزیزتر و بزرگتر از آن است که انسان آن را واسطه برای رسیدن به مقصدهای شخصی خود کند. هر کس دعوا میکند از یاری اسلام و حامیان آن است، باید سخنانش را با اعمالش مقایسه کرده تا روشن شود که در ادعایش صادق است یا نه. زیرا منافقان نیز میگویند که به اسلام پایبندند و هر کس آنها را میشنود گمان میکرد که مؤمنانند، چنانکه الله سبحانه و تعالی در شأن آنها یعنی منافقان میفرماید: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. هنگامی که منافقان نزد تو آیند سوگند میخورند و میگویند ما گواهی میدهیم که یقینا تو فرستنده الله متعال هستی، والله یعلم انک لرسوله. و به درستی که الله متعال میداند که بیگمان که تو فرستنده او هستی، والله یشهد ان المنافقین لکذبون. و الله سبحانه و تعالی شهادت میدهد که گواهی میدهد که منافقان یقینا دروغگوی هستند. سوره منافقون آیه 1. سپس فرموده: اتخذوا ایمانهم جنه. آنها سوگندهای خود را سپر قرار دادند و صدوا عن سبیل الله. پس مردم را از راه الله سبحانه و تعالی باز داشتند. انهم ساء ما كانوا يعملون. به درستی که آنان چی بد اعمال را انجام میدهند. و باز سپس الله سبحانه و تعالی فرمود: و اذا رأیتهم تعجبك اجسامهم. و هنگامی که آنها را منافقان را میبینی چهره اشان تو را به شگفت میآرد. و قولوا تسمع لقولهم. و اگر بر سخن آنها گوش بدهی یا سخن بگویند به خاطر فصاحت کلامشان سخنشان و سخنگویشان گوش میدهی، خوشت میآید که انهم خشب مسنده. گویا آنها چوبهای تکیه داده به دیوارهایند. یحسبون کل صیحة علیهم. هر بانگ را علیه خود میپندارند. هم العدو فاحذرهم. آنان دشمنان حقیقی اند، پس از آنان برحذر باشید. قاتلهم الله ان یؤفکون. الله تعالی آنها را بکشد چگونه از حق منحرف میشوند. سوره منافقون آیه 4. منافقان چنان فصاحت و زیبا سخن میگویند و هر کس آنها را بشنود گمان میکند که آنها در راه حق درست هستند. به هر حال جایز نیست انسان خود را با نام اسلام بپوشاند و با مقصدهای مادی و دنیوی خود برسد، یعنی منفعت‌های مادی و دنیوی، بلکه باید دین اسلام را برای رسیدن با ثمره‌های بزرگش نگاه دارد که از جمله آنها عزت و نفوذ در روی زمین است پیش از پاداشت آخرت. چنانکه الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. الله به آنهایی که بر شما ایمان آورده اند و کارهای شایسته و نیکویی را انجام دادند وعده داده است که آنها را در زمین جاینشین قرار می‌دهد، جاینشین می‌گرداند، چنان که پیشینیان را جاینشین قرار داده بود. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. و دینشان را که برایشان پسندیده است برقرار می‌سازد. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. و بعد از ترس امنیت بر آنها می‌دهد. وَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. من را چنان که شایسته است عبادت می‌کنند و بر من کسی چیزی را شریک قرار نمی‌دهند. سوره نور آیه 55. و نیز الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هر کی عملهای شایسته کند، خواه مرد باشد خواه زن،
در حالی که با ایمان بیمیرد ایمان داشته باشد بر او حیات خوب میبخشیم. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون و آنها را با بهترین عملهایشان پاداش میدهیم، آن عملهایی که در دنیا میکردن. سوره نحل آیه 97. شیخ ابن عثیمین مجله الدعوه تحت شماره رقم 1688